دوستان عزیز درود. برنامه نوبتی ترانسفر در عمل را با فراگیری آخرین نویدهای روزانه زمستانه ترانسفری منظورتان میکنیم. روزانه زمستانه ترانسفری در اروپا هنوز سنه 31 ینور محکم شد. نیم حمایتگر روستابار اتلانتا الکسی میرانچوک به لاتسیو گزارش نکرد دسته‌ای که میخواست او را به اجاره گیرد. چگونه که لاتسیو چنل خبر میدهد پرزیدنت اتلانتا آنتونیو پرکاسی به این گزارش راضی نبود و این هم از آن سبب است که مولت اجاره میرانچوک باید حق خریداری حتمی در حجم 15 میلیون یورو را در بر میگرفت. لاتسیو باشد آماده بود که در ماه ینور 1 میلیون یورو پرداخت نماید و همچنین حق خریداری 10 میلیون یورو را شامل می نمود. در نتیجه باشگاه ها به توافق رسیدن نتوانسته پرکاسی صد راهی گزارش گردید. میرانچوک 26 ساله باشد در صف اتلانتا از ماه سپتامبر سال 2020 برآمد می کند زمانی که از تیم لوکوموتیو گزارش انجام داد. در موسم جاری این نیم حمایتگر در 13 بازی‌های سری آ وارد میدان شده و 1 گل و 1 پرتافت گل‌آور با آمار گرفته است. در آخرین روزهای محکم شوی روزانه زمستانه ترانسفری اورتون لیورپول کاری پرثمر نشان داد زمانی که مربی لمپارد و دو نفر رخشان دیگر در سیمای دونی وان دی بک و دل آلی را شامل گودیسون پارک نمود. فرانک لمپارد با همین امکانیت نو در پرمیر لیگ انگلیا و دست آورد و شرطنامه به 2.5 سال امضا نمود. فرانکی تا آمدن به گودیسون پارک 1 سال باز بیکار بود، اما در این میان میتوانست به استون ویلا، کریستال پالاس یا نورویچ رود. چلسی باشد لمپارد را سنه 25 ینوری سال 2021 از کار رانده بود و لندنیا الکی فرصت پیدا نمودند که در لیگ چمپیون ها پیروز شوند و لمپارد در همین فرصت یگان جای کار هم نیافته بود. تنها 31 ینوری سال 2022 به اورتون آمد. پیش از آمدن به اورتون فرانک توانست که راهبران تیم را به وجد آورد و با گزارش‌های آلی و وان دی بک هم اصرار میکرد. باشگاه همان زمان و 2 گزارش مهم در راه پرقوت‌کنی مرکزی میدان مشغول شد و موافقه رسیدن در خصوص جزئیات‌های اخیر اجاره دونی وان دی بک از من یونایتد و امضاکنی شرطنامه با دل آلی از تاتنهم. هر دو این بازیگران در دسته‌های سابق خود از نداشتن وقت کافی بازیکنی وضع مشکلی داشتند. اینجا بیشتر میتوان در خصوص دونی وان دی بک گفت که در صف منچستر یونایتد در وقت سولشر داخل میدان را ندید و در وقت رنگنیک هم تقدیرش آمد نکرد. همینطور فرصت خوشبختی هم زمانی رسید که وان دی بک با اجاره به اورتون رفت. همچنین دل آلی نیز فرصت‌های تاریکی خودش در تاتنهم را روشنی بخشید و به نزد لمپارد آمد. اورتون باشد عین حال در زینه 16 با 19 خال قرار داشته 4 خال دیگر او را از زینه افتیش به چمپیونشیپ جدا می‌کند. وظیفه حداقل برای لمپارد روشن است، اما زنده ماندن در پرمیر لیگ انگلیا دقیقاً آخری آرزوهای باشگاهی بوده نه. نقطه جالبی ترانسفری در انگلیا این بازگشت رسمی اریکسن به میدان فوتبالی است. نهایتاً کامبکی که همگان در باز انتظار شدند رخ داد و برنتفورد هم از گزارش کریستیان اریکسن اعلان نمود. این بازیگر را چون فوتبال بازی آزاد تا به آخری موسم گرفتند. آوازها اریکسن و برنتفورد را از میانه ینور به هم پیوسته از همان وقت اتلتیک اطلاع داده بود که باشگاه به دنیوی شرطنامه به نیم سال با امکان تمدید کنی به 1 موسم دیگر پیشنهاد کرده است. پس آن جزئیات های دیگر پیشنهاد از جانب اسکای اسپورتس پیدا شدند. بنا به اطلاع آنها باشگاه آمادگی اریکسن را برای بازیکنی بهاگذاری نمودند. گفته میشد که گذشتن از معاینه طبی برای کریستیان از برای مشکلات قلب پیدا نمودش در تابستان سال 2021 در بازی نخست یورو روند طولانی‌تری را طلب می‌کند. فوتبالباز را ضرور می‌آمد که خلاصه دکتر قلبشناس را گرفته همچنین از جانب اساسیاسیون فوتبال انگلیا اجازتنامه گیرد. چطور معلوم است احتمالاً کل چیز موفق انجام داده شد و اریکسن اجازتنامه‌های ضروری را برای بازی در پرمیر لیگ انگلیا به دست آورده است. باز یک عامل دیگری که کریستیان احتمالاً وقتی گزارش به آن اهمیت داده است گروه کلان بازیگران دنیوی در دسته است. بدون اریکسن در باشگاه 7 بازیگر دیگر هستند. از این بیشتر یگان وقت در یگان باشگاه پرمیر لیگ انگلیا چنین مقدار بازیگران دنیوی نبوده است. از این رو سرمربی دسته توماس فرانک هم دنیوی است. گزارشی بازیگری دنیوی را باشد به برنتفورد با لوحه تماشاباب با موسیقی از تریلرهای فیلم‌های گالیوود معرفی نمودند. از روی خراجات‌های پولی باشد در بازار زمستانه ترانسفری نیوکاسل یونایتد در زینه اول بوده، یوونتوس و بارسا در زینه‌های دوم و سوم قرار دارند. با قول سامانه ترانسمارکت
بیشتر از همه در روزانه زمستانه ترانسفری نیوکاسل مصرف نموده است که در عموم از برای بازیگران نو 102.1 میلیون یورو مصرف کرده است. در زمینه دوم یوونتوس با مصرفیات‌های 97.7 میلیون بوده، بارسلونا 55 میلیون یورو هم خرج کرده است. یکی از محاکمه شونده ترین گزارش زمستانه ترانسفری این آمدن اوبامیانگ و بارسلونا گردید. نفری که نخست شرطنامه کاریش را با آرسنال قطع نموده، پس آن چون فوتبالباز آزاد به صف بارسا پیوست. در بارسا باشد پیر امریک اوبامیانگ 70 مرتبه کمتر از معاش لندنی گرفته. مزد کاری هفته‌ای حمله‌ور 32 ساله گابونی تا سنه 30 ایون 5000 یورو می باشد. از موسم نو باشد معاش کاری اوبا به قول موندو دپارتیو بیشتر خواهد شد. قرارداد کاری اوبامیانگ با نیلو نوری ها تا تابستان سال 25 بوده. در صورت خریداری شدن پیر امریک باشگاه نوبتی باید 100 میلیون یورو پرداخت کند. در شرطنامه نقطه‌ای وجود دارد که سنه 30 ایون سال 2023 بازیگر گابونی می تواند دسته را ترک کند. پیشتر باشد خبری برآمد که گویا بارسا میخواست بازیگر را به اجاره گیرد، اما جانب‌ها در خصوص معاش حمله‌ور به توافق رسیدن نتوانستند. اوبامیانگ دست پرور میلان بوده، همچنین در صف لیل، موناکو، سنت اتین و بروسیا دورتموند برآمد کرده است. در موسم جاری پرمیر لیگ انگلیا اوبامیانگ 14 بازی گذرانیده، 4 گل و 1 پرتافت گل‌آور دارد. همزمان گرانترین خریداری تاتنهم تنگین دامبله بازگشت به لیون نموده. مهلت اجاره‌اش تا سنه 30 ایون بر عوض 142 میلیون یورو می باشد. برایان خیل به اجاره به والنسیا رفت، در حالی که جوانی لا چلسی در ویلیاریال است. ویلیاریال جوانی لا چلسی را از تاتنهم آورده زیبا معرفی نمود. حمله‌ور سیسکای مسکو فیودور چالوف تا با آخر موسم تاریخ اجاره در بازل شویتزاری برآمد میکند. جانب شویتزاری باشد از حق خریداری برخوردار نبوده. چند پیش باشد بازل حمله‌ور آرتور کابرال را چون عوض کننده دوشان ولاخویچ به فیورنتینا فروخته بود. خریداری نوبتی یوونتوس از فرازینون صورت گرفت زمانی که حمایتگر فردریکو گات 23 ساله از سری ب به صف تورینوی قدرتمند آمد. همزمان در آخر روزی محکم شوی روزانه ترانسفری آرون رمزی هم از اسارت یوونتوس خلاصی یافته راه به سمت گلاسگو پیش گرفت. بازیگری ویلسی با کمانده موسم را در رنجرز خواهد گذرانید. شرطنامه کاری رمزی با دسته الگری باشد تا تابستان سال 2023 مهلت دارد. همزمان یوونتوس صاحب نیم حمایتگر نوی مرکزی شده و این نفر هم دنیس زکریای شویتزاری است که با موفقیت در تورین از معاینه طبی گذشته با همین بروسیا از منخن گلادباخ را رها کرد. در علاوه میتوان گفت که حمایتگر لیورپول نتانیل فیلیپس نیمه موسم جاری را در بورنموث در چمپیونشیپ خواهد گذراند. نت در موسم قبلی بهر مرسی سایدها وقتی جراحت دفاعگران خیلی هم کمک رسان بود. یوونتوس باشد به تاتنهم دیان کولوسفسکی را جواب داد. در خصوص گزارش مذکور فابریسیو رومانو اطلاع داد اجاره به 1.5 سال بر عوض 10 میلیون یورو، 3 میلیون از برای نیمه موسم و 7 میلیون دیگر بهر موسم بعدی پرداخت شده. حق خریداری بازیگر باشد با وجود اجرا کنی چند از شرطها 35 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. همچنین یوونتوس رودریگو بنتانکور را بر عوض 19 میلیون یورو جمعی 6 میلیون علاوه پول‌های احتمالی به تاتنهم فرستاد. نیوکاسل باشد از استون ویلا مت تارگت را گرفت. پس از آنی که برای این نفر با آمدن لوکا دین موقع در خط حمایت تنگ شد. چهارمین ترانسفری دوران ثروتمندی نیوکاسل هم خاویر مانکیلیا است. اسپارتاک در بازار ترانسفری بیکار نایستاده از یانگ بویز شویتزاری بازیگر تکیه‌گویی منتخب لوکزامبورگ کریستوفر مارتینز را تا آخر موسم به اجاره گرفت. پس از سنه 30 ایون سال 2022 اسپارتاک دارای حق خریداری بازیگر می شود. بازیگر 24 ساله منتخب لوکزامبورگ با موفقیت از معاینه طبی در اسپارتاک گذشته در صف سرخ سفیدها تحت رقم 17 برآمد می کند. همزمان گوراند پاندوی سابقه‌دار به دسته پارما به نزد بوفون همراه شد. از موسم سالهای 2003-2004 نفر مکدونی 493 بازی در سری آ داشته. تنها فابیو کوالیارلا با 515 بازی و سمیر خاندانویچ با 537 بازی از او زیادتر بازی کردند. گوران پاندوی 38 ساله از جنوا به پارما گزارش کرد و با بوفون 44 ساله همراه شد. در موسم جاری سری آ نفر مکدونی 20 بازی و 1 پرتافت گل‌آور در آمار دارد.
نباید فراموش کرد که اسلام سلیمانی شرطنامه با لیون را قطع نموده در آمارش 8 گل در 37 بازی‌ها دارد. بازیگر الجزایری با همین بازگشت به اسپورتینگ نمود، جایی که میانه سالهای 2010 با موفق برآمد میکرد. اتلتیکو هم خریدکنی را انجام داد و حمایتگر سمت چپ لیل رینیلدو را گرفت. قهرمانان اسپانیا اصرار بر آن دارند که این نفر نهایت منفعت بخش است. همزمان بیورلی از وولسبورگ بهترین نشانزن و بازیگر منتخب نیدرلندها واوت وگرس را خریداری نمود. در صف راهبریت امیو باشد اد وودوارد اجرا کننده وظیفه نایب پرزیدنت منچستر یونایتد را ترک نمود پس از آنکه که 135 میلیارد در ترانسفر مصرف کرد و 0 جایزه در پرمیر لیگ انگلیا در خزینه دارد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.